بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. و بعد دوستان عزیز، دشمنان اسلام و اینچنین کسانی که به دعوای آنها باور کردند ادعا میکنند که قرآن یک کتاب تاریخی است که قوم معینی را در ظرفیت معین تاریخی خطاب کرده و بعضی آداب و احکام که صلاحیت آن دستورهای آن یا احکام آن از بین رفته و آن احکام را امروز در واقعیت معاصر تطبیق کرده نمی شود. اصل این اعتقاد از یک نظریه غربی منشأ می گیرد که در عالم غرب با وجود آمده به اندیشه بعضی شرقیان نیز سرایت کرده رسیده است. این نوع تحلیل را در ادبیات معاصر با نام تاریخانی یا تاریخ گرایی شناخته می شود. دوستان عزیز، کسانی که به متنهای دینی از جمله به قرآن کریم با این نگاه نظر می کنند، آنها قرآن را نه همچون وحی الهی که از جانب خداوند عزوجل برای مردم تا روز قیامت نازل شده است این گونه نگاه نمی کنند، این گونه نظر ندارند، بلکه آن را یک پدیده تاریخی و محصول فرهنگی قوم معین در عصر معین می دانند. یعنی آنها با این عقیدند که این کتاب خاص عصر 7 میلادی بود و این چنین برای ساکنان شهر با نام مکه مکرمه که فراتر از آن تأثیر ندارد و امروز در عصر حاضر نمی باید احکام آن را اینجا در زمان معاصر، در روزگار معاصر تطبیق کرد. اولین ظهور خوانش تاریخانی در مناسبت به متن‌های دینی و دست شرقشناس مشهور آلمانی تئودور نولدکه که سال 1930 وفات کرده است صورت گرفته است. او سال 1860 کتاب مشهور خود را با نام تاریخ قرآن و طبع رسانیده این نظریه را مطرح نموده است. کسانی که به دعوای این شرقشناس آلمانی باور کردند و این نظریه را پذیرفتند و با قرآن به این نگاه نظر می‌کنند، میگویند قرآن کتابی است که خاصی همان دور و زمانی خودش بود. مقصد از این نوع مناسبت با قرآن، یعنی قرآن را خاص همان دوران، خاص همان قوم دانستن، این قداست را، صفت قداست و پاکی را که صفت خاص قرآن است از قرآن نزع کردن است و این چنین در نتیجه احکام قرآن را ناسازگار و نامناسب برای زمان حاضر جلوه دادن است. به عباره دیگر، کسانی که از این متد استفاده کرده با قرآن چنین نظر میکنند، میگویند این کتاب است که 14 قرن قبل نازل شده بود برای قوم معین و در شرایط معین اجتماعی برای قوم معین نازل شد. امروز دنیا ترقی کرده، امروز جهان دیگر شده، امروز سطح فهمیش و دانش مردم فرق میکند، بنابراین نمیسزد این احکام را امروز آورده در حیات امروزه معاصر ما پیاده کنیم و قرآن را عملی نماییم. البته علاوه بر این که این نظر خود کفر صریح است، کسانی که به قرآن چنین نظر میکنند این عقیده باید دانند که کفر آشکار است. علاوه بر این آنها کوشش میکنند که از قرآن دو صفت بارز آن را، دو صفت نمایان آن را که ربانیت و عالمیت است نزع کنند، از قرآن بگیرند. یعنی قرآن صفت ربانیه دارد، یعنی از جانب پروردگار جهانیان نازل شده، سرچشمه قرآن پروردگار است، این سخن او تعالی است. این چنین خصوصیت عالمیه دارد، یعنی قرآن برای تمام عالمیان است، برای تمام عصر و زمان است، خاص کدام قوم و قبیله معینی نیست، خاص کدام عصر معینی تاریخ نیست. یعنی این دین و اعتقاد است. بله، ایمان داشتن به قرآن همین است. ایمان درست داشتن به قرآن این است که انسان اعتقادی قاطعانه داشته باشد که این کلام خداوند عزوجل است که آخرین پیام او تعالی است و برای تمام بشریت تا روز قیامت نازلش کرده و راه سعادت را در دنیا و در آخرت در این کتاب بیان نموده. احکام و آداب و هدایت های در این کتاب نازل نموده و چگونه زندگی کردن را برای شخصی که این کتاب را کتاب خدا دانسته میپذیرد بیان نموده تا در دنیا و پاکیزگی و طهارت و عفت و به آسودگی و صفای قلب و صفای روح زندگی کند و تا در دنیای دیگر
به سعادت ابدی دست یابد، سرفراز گردد. بینندگان ارجمند، بیایید ببینیم که خداوند عزوجل در این موضوع چی گفته. در موضوع عالمی بودن قرآن که رسالت قرآن رسالت جهانی است، خاص عرب نیست، خاص ساکنان مکه نیست. علما میگویند در قرآن عظیم الشان خداوند عزوجل در بیشتر از 300 آیه بیان کرده که قرآن برای همه عالمیان است، برای تمام بشریت است. تنها اینجا 4 آیه را ذکر میکنیم که خداوند عزوجل در این 4 آیه به طور آشکار و واضح بیان نموده است که قرآن کتاب برای تمام عالمیان است، برای تمام بشریت است. خداوند عزوجل در سوره یوسف و اینچنین در سوره قلم فرموده این هو الا ذکر للعالمین، نیست این قرآن بجز پند برای همه عالمیان. این جمله قرآنی به اسلوبی از نگاه بلاغه و اسلوب حصر ترکیب یافته، یعنی این خصوصیت خاص قرآن است که خداوند عزوجل میگه این پند است برای همه عالمیان، برای همه کسانی که در عصر پیامبر صلی الله علیه و آله در عصر نازل شدن این وحی الهی بودند و این چنین برای کسانی که بعد این نسل‌های بعدی که تا روز آخرت روی زمین می آیند. این چنین خداوند عزوجل در سوره سبع فرموده و ما ارسلناک الا کافة للناس بشیرا و نذیرا. خداوند عزوجل در این آیه کریمه پیامبر صلی الله علیه و آله را خطاب کرده و گفته ما نفرستاده ایم تو را ای پیامبری ما مگر برای تمامی بشریت، به حیث مژده دهنده و به حیث بیم دهنده. آنان را به رحمت خدا، به جنت خدا، به رضای خدا مژده میدهی و این چنین از عذاب الهی بیم میدهی برای همه مردم. الا کافة للناس، برای تمام مردم روی عالم تو را فرستاده و پیک و مژده دهنده و بیم دهنده فرستاده ایم. این چنین خداوند عزوجل در آغاز سوره فرقان فرموده تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. پر برکات و بالا مقام است آن خداوند عزوجل که به بنده‌اش محمد صلی الله علیه و سلم فرقان را یعنی قرآن را نازل کرد. چرا؟ لیکون للعالمین نذیرا، تا برای همه عالمیان بیم دهنده باشد، تا توسط این قرآن با این وحی الهی مردم را هشدار دهد، مردم را راه سعادت را بنماید و از راه شقاوت هشدار دهد. این چنین خداوند عزوجل در سوره انبیاء می فرماید و ما ارسلناک الا رحمة للعالمین. ای پیامبر گرامی ما نفرستاده ایم تو را مگر به حیث رحمت برای همه عالمیان، برای همه عالمیان، برای همه جهانیان به حیث رحمت تو را فرستاده ایم. پس این آیه های کریمه آنگونه که شنیدیم به طور آشکار و واضح گفته ایستادند که قرآن خاص عرب ها نیست، قرآن خاص عصر 7 میلادی نیست، قرآن کتاب است برای همه جهانیان، برای به سعادت رسانیدن همه بشریت تا روز قیامت. علاوه بر این دلیل های بالا، آیه های کریمه که واضح به این معنا دلالت می کنند، یک سوال دیگری مطرح می کنیم. دلیل اضافی: آیا عقل سالم میتواند قبول کند که خداوند عزوجل قوم معینی را در عصر معینی به بعض هدایت ها و احکام و آداب خطاب می کند اما بقیه مردم را به حال خود می گذارد هر گونه که خواهند زندگی کنند؟ آیا عقل سالم میتواند این چیز را پذیرد؟ البته نه. هر کسی که به وجود آفریدگار ایمان دارد، باور دارد که این هستی آفریدگاری دارد، این هستی خداوندی دارد، البته این تخمین را نمیپذیرد. این آفریدگار امکان ندارد که گروه معینی را برایشان کتاب نازل کند، هدایت ها برایشان عطا کند، راهنمایی کند و بقیه بشر را به حال خود گذارد. خداوند عزوجل در سوره قیامت فرموده ایحسب الانسان ان یترک سدى. آیا انسان گمان میکند که او را بیهوده ترک کرده می شود، به حال خودش واگذار کرده می شود، چگونه که خواهد زندگی می کند بدون دستور، بدون امر و بدون نهی؟ آفریدگار انسان را نمیگذارد که به حال خودش زندگی کند، چون که نمیتواند برنامه زندگی برای خود سازد، برنامه‌ای که او را
به سلامت و به عافیت و به سعادت رساند. آدمی اندر جهانی خیر و شر، نفع خود را کم شناسد از ضرر. کس نداند زشت و خوبی کار چیست، جاده هموار و ناهموار چیست. شرع برخیزد ز اعماق حیات، روشن از نورش ظلام کائنات. خداوند عزوجل خود انسان را هدایت میکند، دستور و امر و نهی نازل میکند که طبق آن زندگی کند، چون که عقل بشری کوتاهتر و کمتر از این است که برای خود برنامه کامل زندگی ساخته تواند. اینچنین خداوند عزوجل در سوره مؤمنون کسانی را که این گونه گمانها در ذهنشان پیدا می شود خطاب کرده، گفته افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الینا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكریم. آیا شما گمان میکنید که ما شما را بیهوده آفریده ایم، به عبث شما را به هستی آورده ایم و اینکه شما الینا لا ترجعون گمان میکنید که نزد ما برگردانیده نمیشوید؟ فتعالى الله الملك الحق. خداوندی که پادشاهی برحق است از این گونه کار عبث منزه و پاک است، هرگز چنین کار بیهوده ای نمی کند، هرگز این هستی را بدون مقصد به همت و به بیهودگی نمی آفرد. لا اله الا هو رب العرش الكریم. خداوندی جلیل و صاحب قدر و صاحب عرش این هستی را به حکمت آفریده، به حکمت ابتلا و آزمایش آفریده، برای انسان دستور نازل نموده، راه خط زندگی برایش داده که قرآن نام دارد و در آخرت پرسش می شود که به این قرآن، به این دستور، به این سرقانون زندگی چگونه مناسبت کرده، در آنجا از او پرسیده می شود. بنابراین دوستان عزیز، مسلمان می باید نسبت قرآن چنین اعتقاد داشته باشد که این کتاب الهی است، برای تمام بشریت، برای تمام اهل همه زبان ها، همه جنسیت و ملت ها تا روز قیامت نازل شده و هیچ فلسفه، هیچ پند، هیچ شعر بهتر از هدایت های قرآنی نیست و هیچ قانون بالاتر و بهتر از قانون های الهی، احکام شریعت که در قرآن هست بالاتر و بهتر قانون نیست. باید مسلمان این گونه اعتقاد داشته باشد. ایمان داشتن به قرآن عبارت از همین گونه اعتقادات است. در حفظ و امان خداوند باشد.